روزی روزگاری نوجوانی برای گشت زنی داخل جنگل رفت. نوجوان کمی که وارد جنگل شد، دید درختی افتاده رفت. دید چیزی آنجا هست. نوجوان کنجکاو رفت ببینه چی زیر کنده درخت است. رفت و دید نقشه آنجا افتاده. نوجوان نقشه را باز کرد و دید علامتی رو نقشه هست. نوجوان با خود گفت این نقشه گنج است. من باید آن گنج را پیدا کنم. دور تا دوره جایی که علامت خورده بود آبی بود. نوجوان اول کت قهوه‌ای خود رو پوشید و با خود گفت باید اول یک قایق بسازم و بعد از جنگل خارج شوم. نوجوان شروع کرد به ساخت قایق را. پس چند ساعت یک قایق کوچک ساخت و انداخت روی آب دریا و سوار شد.